آخر فکر کنم مثل خمینی با بلیزر منو بیارن مردم. یارو بهش گفتن چه نظری داری میری ایران؟ گفت هیچی. یارو داشت کشور رو میره، گفت نظر چی؟ گفت هیچی. کیرم هیچی. مثل اینکه مثلا میخوای بری زن بگیری تو راه خواستگاری، یکی از خانواده‌های مثلا عروسم تو ماشین باشن، نخواد درجه اول و درجه دوم. خب عزیزم چه نظری داری دختر دایی منو بگیری؟ یارو خارکسته بدون احساس داشت میومد پیش شما. مگر کور بودین کسکش هایی که الان زیر قبرین؟ یه سری امروز بازیدم تو خیابون دارم مشت میدارم، ما میکشیم، رفته بودم فرودگاه، ما میخوایم بریم کجا اونجا خارکسته فرودگاه چرا میدیم؟ من قدیم با هواپیما مردم میبردن جنگ، مینیبوس سوارش برو لبنان کسکش دیگه.